رئیسی بگیم که همون محله مکسیم گورکی یک ویدیو ابرشنی که برای رحمانوف گفت که ای دور شوروی تا این سال ما کوچه هامون اسفال نیست. بگو چی تو مردم هم میبروی نگوی نو فامیل نمیتین مردم. ما خواهش داریم که مردم کسانی که در یکاترینبورگ هسته از زمین ده در خنا یا که نمیدونم در تگنسکیریاد یا که در کدام شهر نوحیه روسیه که نباشه ما خواهش میکنیم برادرای عزیز این کاری حکومت است. 100% حکومت برای چیز پل جدا میشوه نه که تنها اینا دزدان کیان دزدها رئیس محله участковой رئیس начальник милиция و رئیس نوحیه اینو پدیلید میکنند بین خودشون. باور بکنید این چیزها حکومت جدا میشوند برای همین مردم جدا میشوه که همین مردم باید راهاشو اسفال کرده بشوند، باید لطاک داشته باشند، باید اوستالبه داشته باشند، ترانسفورماتر نو داشته باشند، سیمهای سویت باید نو بکنند. این چیزها کار دولت است نه اینکه باید مردم بکنند. مردم یک نفر نمیدونم یا ده در یک جو نمیدونم در روشنابوت های نمیدونم پیش پستی نزده یک جا یک کچالکه میزنه یک کلاد اسم میکنی که برای مردم آب بخورن ثواب بگیری گپ تو نداره. نه که یک قشلاق خسته اسوال کردن با این قوقا پلقتی نمیشوه. این کارا باید حکومت بکنه برای که شما نلاکی زمین میته، نلاکی ماشین میته، نلاکی نمیدونم سوید میته، ای نفس کشیتون نلاک میگیره. امروز بازم باشه میخیزه بگیم که دستگیری میکنه. دستگیری نکنه برادر عزیز، سوم نگذرونه نتیجه کاری حکومت است. یکم باشید نیست که ما همین در برنامه ها میبرویم در همین موضوع صحبت میکنیم. برای رحمانوف ویدیو ابرشنی بکنه یا که همونجا هست نفرهایی که در مقسم گورکی آدمای کم بغل زندگی نمیکنن میتونن که بگیم این کارا برجدی حل بکنن که با چریز یک رحمانوف سیویاز دارن. میشه که ای مردم پل نگرفته ای بودجه دولت همی کار کرد نه که اینا دزدان. باور بکنه این نفرهایی که دارن پل جمع میکنن اینا تنها غارت دارن مردم. شما نمیگذارن که شما یک بار سرتون بلند بکنه و یک مرتبه کیسه‌تون بوی پل بگیره. ببینن که یک آدم یک کم ترک خانه و در کرد نمیدونم یک ماشین گرفت یک چیز دیگر بگیم که اوجه برای تو بگیم این فشارها زیاد چیدن میگیره. با همین خاطر خواهش میکنیم که برادرای عزیز دستگیری نکنید. این کاری حکومت است. حکومت باید این کارا بکنه. شما حکومت طلب بکنه که بیا بگیم که ما نلاک میگیریم ما بیا نلاک ما بگیم همین کاری ما را بده. غیر این صورت ما برای چی پل بتیم؟ از شرایطی همه معلومه که چگونه در روسیه با چند بگیم عذاب و مشقت شما سوم میابه. شما نمی روی با جورب سوم داخل دسترویکه استرویکه میغلطه میمره. یک بار مرده شما را بگیم که روسیه و تاجیکستان به پل همه حکومت بردگیه. برای یک مرده 150-200 هزار روبل شما را از خود میکنه که مرده تون رو ببره. شما برای مرده تون پل میکنید. به همین خاطر برادرای عزیز خواهش میکنیم که نباید که شما ساده باشه، باید که در حق خودتون ایستادگری بکنیم برادرای عزیز. نمیتیم برای چی بتیم؟ برای چی؟ کاری حکومت من نلاک داده شدم، پلی برق داده شدم، نلاک زمین ما داده شدم، پلی آب ما داده شدم، نمیدونم چند نلاک های دیگری هست که ما اونها را داده شدیم یگانش کس کردیم. نه که این نلاک ها در یگان جا در همین سرید آسیا یگان جا چنین نلاک های ما قیمت نیست.
که ما نه معاش درست ارزنده داریم. یگان تای ما در تاجیکستان کار کردگو بگیم همون انداز سپارندگو در همون تاجیکستان کار نمیکنن انداز بتیان. همه این در خارج کار میکنن بگیم که در تاجیکستان با مثل یک کوارترانت شما. این همه خیلی پروس وطن تو نه کوارترانت. که در روسیه اگر برای کوارتر بیسته بگیم که چه برای شما راحت است، آبی گرم آبی خنک سویت هست، اینترنتش درسته، بگیم که یک فضای درسته. نه که تاجیکستان میای وطن تای سویت نداری، هزار مشکلی های راحت لویان. یکم سال نیست، 33 سال شدگیه که این حکومت ای سال 84 سال بگیم که ای گردش قرغان تپه، سنی جیلیکول، قبادیان، شهری توز بگیم که امروزه ناصری خسرو و پیش نظرشون نمیگیره. نه مکتب، نه مدرسه، نه یگان چیز درست نداریم. ما را یک 2 سال پیش ازبکستان اومد در ناحیه ما یک بیمارخانه بگیم که زمانوی ساخت. برای چی؟ برای که ما 70% ما ازبک نشین است و همین خاطر ازبکستان اومد در بگیم که در همین منطقه ساخت. همین هم گرستانی دنغره بردنی بودن، در دنغره ساختنیش بودن که اینجا شرط گذاشتن گفتن که ما اگر همینجا خواهیم میسازیم، نخواهیم ما در دنغره نمیسازیم. در دنغره ما ندیده شدیم بگیم که ازبک همینجا 70% بگیم که ازبک است، ما میخوایم برای همین مرزی خودمون بسازیم. و همین خاطر برادرای عزیز نگاه بکنید که اینو نساختن، اینو نمیسازن، اینو یگان کار نمیکنن. و همین خاطر خواهش همین است که شما دستگیری نکنید حکومت. اگر حکومت دستگیری میکنین ولی نه 33 سال شدگی باشه، بعد این 33 سال یک تا زمستان را تماشا بکنین، یک تقریبا 6 ماه یا یک سال پس دیگر رستم میاد سر قدرت و یک 30 و چند سال دیگر میسته دیگه فراموش میکنی. با یک مشکلی دیگه در طور سرتان میاد که این دور رحمانوف برای شما یک وقتی بهترین در نظرتان میتوه. و همین خاطر برادر عزیز باید ما سر راه این حکومت بگیریم، باید ایستادگری بکنیم و حق خودمون طلب بکنیم. اینا اینقدر قانون شکنی ها میکنن، اینقدر ظلم ها میکنن، ما بگیم که عرض میکنیم، شکایت میکنیم، به درد ما یگان نفر نمیخوره. برای چی؟ برای که او ای بالا لایه. نوارا تماشا میکنیم تا آخرش انشاءالله که بازم صحبت میکنیم. ما فهمیدش بگیره نترسید چی؟ ما این کاری نه که اومده از روز باپگه باید اسفالت با ما اوست اسفالت خوب کنیم. چکارش می‌نمینم ما اینا؟ اینا مردم همش راه آوزای شدیم، اینا پای کرده شدیم، تگیز کرده شدیم، گریدو سنگای کالونجا بروارده شدیم. این هر خوجگی خودش برمده و پشت خونش توضیح کرده شده. شما یک التماس همین کارا کستر بگیرن ببینن این کارای ما طوری شود. هر که وایما کردیم اولش کارا سر کردیم اینا میفهمیدیم با خود یک روز هم استون داولای دریو این خب مهنت این خب اسفالت دیور شدم داوجا پروفتم اینا راشم طوری میرم بچه خب میام خواه منو باید پول در کرده همه باید کسونه که ندادن نماشونه بگیره نه بیشه خراب این کاری ما پیش نمیره. شما یا التماس دیگه ما میکنیم التماس نماش نبگیرید راست که کار کرده نماش نبگیرید کار پیش بره. این یک هم کار بر رفته شده مردم راه آورده دیدن خونهاش نمیدن مصروش نبرورده شدن. التماس شما باقی در امان خدا.